سلام علیکم، صبحتون بخیر باشه. من دارم صبحونه اوتمیل فوری درست میکنم. بعد پستی که دیشب گذاشتم گفتم که پست تیک تاکه و میذارم تو اینستا ببینم چجوری چکش میکنم، دیگه خیلی ندید گرفتینش، یعنی یه جوری ندید گرفتینش که بیچاره بهش برخورد. مثلا گفت من دیگه هیچ وقت وارد این الگوریتم کثیف اینستاگرام نگفتم چشم. ولی خب میدونین تیک تاک اینجوریه که من 30 ساله داخلشون خیلی دیگه پیر حساب میشم. بچهای تیک تاک رنج سنیشون دیگه از 12-13 سال شروع میشه، مثلا تیک تاک فارسی از 12-13 سال شروع میشه تا دیگه نهایتا 24-25 دیگه. یعنی اسم اکثر چیزاشون، اکثر پروفایلاشون اسمشون مثلا من زن یون جونگم، از این سریال های کره‌ای هست، از این بازیگرای چیز کره‌ای، یا نمیدونم من دوست دختر فلان نمیدونم مینگ یونگ سونگم. همه پروفایلاشون این شکلیه. واسه همین پستی که اونجا گذاشته میشه خیلی متفاوت تر از پست اینستاگرامه، چون که میگم اونجا کلا مخاطبش فرق میکنه. بعد یه چیز دیگه هم که تو تیک تاک هست اینه که اونجا ویدیوها خیلی خودمونی تر از اینجا یه چارچوب خشکی رو داره، یه کم هنوز خیلی داره بهتر میشه. ولی خب توی تیک تاک نه، خیلی خودمونیه. چیز خیلی خوشمزه‌ای هم بوده، ولی خب دیگه پاکش کردم، مثلا آبروریزی بود پستش تو پیجم. البته حواسم به اونایی که واسم کامنت گذاشتن بود، دمتون گرم، یعنی شما همیشه از من بدون هیچ چشم داشتی حمایت کردین، دمتون گرم، خیلی دوستتون دارم. خب نصف پیمونه جو 2 سرپرک فوری ریختم، یه پیمونه، چون 2 تا نصف پیمونه ریختم، شیر ریختم که امروز شیر طعمدار ریختم، شیر نارگیل، امیدوارم که طعمشو خراب نکنه چون که شیر معمولی نداشتم. بعد یه کوچولو دارچین، کمی که بسن، اینو قشنگ آتیش میکنین، 1-2 دقیقه هم صبر کنین که جوپرک قشنگ خیس بخوره. خب بعد حالا اینو میتونین بذارین روی شعله گاز روی حرارت خیلی خیلی ملایم، یه 7-8 دقیقه 10 دقیقه اینا تا پخته بشه. من میخوام بذارمش توی مایکروویو که روی همون حالت عادی گرم کردن میذاره. خب ولی توی مایکروویو میذارین حتما کنارش تکون نخورین، چون ممکنه که سر بره و سر بره. من یه 30-40 ثانیه بیشتر گذاشتم. در آخر باید به همچین بافت منسجمی برسیم. ببین حالا روی اینو باید یه قاشق کره بادام زمینی بزنیم. بعد این شکلی صافش کنید. لایم موز میذارین روش. بیچاره موزم بدبخت شده، ولی باطنش سفیده. ببین میگه از روی ظاهر قضاوت نکنه، ظاهرش سیاهه ولی باطنش این میشه یه صبحونه سالم، خوشمزه، سیر کننده و مقوی واسه بچه‌ها هم که خیلی مناسبه. حالا من اینو با 2 شات اسپرسو یا آمریکانو خب میخورم، خیلی بهم میچسبه، خیلی خوشمزه است. میتونین اگه واسه بچه‌ها درست میکنین و مثلا واسه خودتون درست میکنین، کالریش واسهتون مهم نیست، یه خورده عسل هم بریزید روش، دیگه خیلی خوشمزه میشه.